السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. امروز من خواستم برای شما سوره نبا یعنی خبر رو ترجمه کنم. با دقت گوش کنید و لایک و پادپیس فراموش نکنید. رفتیم. به نام خدای بخشنده مهربان. از چه چیز پرسیدند؟ از آن خبر بزرگ که در آن اختلاف میکند. آره، به زودی خواهد دانست. باز هم آره، به زودی خواهد دانست. آیا ما زمین را بستری نخواستیم و کوه را میخهایی و شما را جفت جفت آفریدیم و آبتان را آسایشتان گردانیدیم و شب پوشیشتان قرار دادیم و روز را گاهی طلبی معشرت و بر فضای صورتان 7 آسمان ها و استفار بنا کردیم و چراغ روشن آفریدیم. از ابرهای بارانزای آب آفریدیم فراوان نازل کردیم تا بدان دانا و نبات بیانه و باستانهای انبا. هر آینه روزی داوری روز است معین، روزی که هر سوی دمیدن شوند و شما فوج بیابید. آسمان شکافته شود و هر شکاف دره باشد و کوهها روان شوند و سراب گردد. جهنم در انتظار باشد. طاغیان را بازگشتن گاه است. زمان دراز از آنجا دیرند کنند. نه خنوکی چشند و نه آب، جز آبی جوشانی خونو چرک. این کیفر است برای کردار، زیرا آنان برای حساب می نداشتند و آیات ما را به سختی تکذیب می کردند و ما به همه چیز در کتاب شما را کردیم. پس بچشید که جز بر شکنجه شما نخواهیم افزود. صدق الله العظیم.